قبل از اینکه راجع به مدیتیشن بخوام صحبت کنم، دوست دارم راجع به یه بایاس یا یه خطای شناختی صحبت کنم. بحث نگاتیویتی بایاس چیه؟ میگه که ذهن انسان به طور طبیعی اطلاعات منفی رو قوی‌تر، موندگارتر و تأثیرگذارتر از اطلاعات مثبت یا خنثی پردازش میکنه. اگر بخوام از خب این اتفاقی که برای ما هر کدوم از ما میفته، ممکنه یه کلی اتفاق خوب در طول روز بیفته و یه اتفاق بعد باعث بشه که عملا احساس کنیم هیچ اتفاق خوبی در طی اون روز نیفتاده باشه. یا خیلی اوقات افرادی که در زمین روابط اصلا میگن که شما یه کار اشتباه اگر انجام بدی، شاید نیاز باشه برای جبران این موضوع چند تا کار مثبت انجام بدی و تا بشوره ببره اون کار اشتباهی که انجام دادی و حرف زننده‌ای که مثلا ممکن باشه زده باشی. یا مثلا در زمینه ارزم به حضورتون توی ترید خودمون همون یه جورایی میشه ربطش داد به همون لاس اورژنی که خدمتتون گفتم. شما یک برابر ضرر میکنی، شاید 2.5 برابر قرار باشه سود کنی تا بشوره ببره. ذهن همیشه اطلاعات منفی، اتفاقات منفی رو خیلی قوی‌تر و تاثیرگذارتر پردازش میکنه. تازه باید خیلی بیشتر اتفاقات مثبت بیفته تا سر به سر بشه اون حس بده. از دید عصب شناسی که همونجوری که خدمتتون گفتم، وقتی که این اتفاق میفته، خب قطعا همون آمیگدالی که داده چندین بار خدمتتون اشاره کردم، خب اون آمیگدال بیشتر فعال میشه. آمیگدالا 2 برابر، تقریبا بیش از 2 برابر برای محرک‌های منفی فعال میشه تا محرک‌های مثبت. و در نتیجه سیستم بقای ما بر این داستان بوده. چرا؟ چون من انسان در طی مدت‌ها وقتی که تکامل پیدا می‌کردم، باید خیلی هوشیار می‌بودم نسبت به اون اتفاقات منفی، که اگر یه اتفاق منفی میافتاد ممکن بود اون اتفاق منفی رخ دادنش مساوی با از دست دادن جون من باشه. پس من انسان سعی میکردم خیلی روی اتفاقات منفی تمرکز بیشتری بذارم و بیشتر پردازشش بکنم، ماندگارتر پردازشش بکنم. لذا یه سیستمی که حالا برای بقا درون ما وجود داشته و خیلی تحریکش بیشتره نسبت به تهدیدهای اجتماعی، تا برای خوشی و آرامش خیلی میزان تحریکش کمتره. حالا از دیدگاه روانشناسی اگر بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، که خدمتتون گفتم یه اتفاق منفی باید چند تا اتفاق مثبت بیفته، چند تا تجربه مثبت متوالی اتفاق بیفته. بعضیا گفتم تو زمین روابط میگن 1/5 این اتفاق. یعنی شما تو رابطتون اگر گاهن یه کار اشتباه میکنی، بعد میخوای یه کار درست بکنی، بعد میگه ای بابا من که فلان کار کردم در واسه دلجویی مثلا. بعد میبینی نه اون نشست، نمیشوره ببره، یعنی اون دلخوری هنوز هست. میگن در روابط 1/5. آقای جان گاتمن میگه 1/5. حالا کار ندارم اینکه 1/5 1/10 یا هر داستانی، بحث سر اینه که خیلی اثرش بیشتره. و خب بالاخره وقتی که افکار منفی اتفاق میفته، کورتیزول افزایش پیدا میکنه، تنشن عضلانی، تنش عضلانی بیشتر میشه، سیستم سمپاتیک فعالتر میشه. و تو معامله‌گری هم اگر نگاه بکنیم می‌بینی یه ضرر کوچک شاید یه تاثیر خیلی شدیدتری داشته باشه از سودهای هم اندازه اون. و همین باعث میشه که شما بالاخره معاملات بعدیتون زودتر شاید خارج بشین از معاملات سودتون، درگیر افکار منفی بشین، تصمیمات احساسی درگیر بشین، اعتماد به نفستون رو از دست بدین یا دچار چرخه‌های ضرر پی در پی بشین. این از این موضوع. حالا این افکار منفی، خب ما با دیدن هر یه چیزی، با دیدن هر شیئی، هر پدیده‌ای، هر تجربه‌ای، ناخودآگاه ممکنه یه فکری بیاد داخل ذهن ما. ما داریم راه میریم،
ممکنه یه نفر مثلا ببینیم داره مثلا یکی رو مسخره میکنه، ناخودآگاه یاد خاطره گذشته تو بچگی بیفتیم که فلانی مثلا مسخرت کرد و یه فکری میاد تو ذهنت، یه حسی میاد تو ذهنت، احساسش میکنی و به دنبال اون ممکنه یه رفتار رو انجام بدی. میگن حالا این خیلی آقای حسین عربزاده اینو میگه، ولی خب من بررسی کردم شاید نشه حالا به این قطعیت گفت، ولی خب میگن 60 الی 120 هزار تا فکر متفاوت میاد در طی روز توی اه، فکرشون یک فرد. 60 الی 120 هزار فکر متفاوت. از این وسط که این افکاری که اتفاق میفته 95 درصدش میگن تکراریه و 80 درصدش منفیه. ببینید ما روزانه به هر چی که نگاه میکنیم، هر چیزی رو ترجمه میکنیم، هی یه سری این فکرها میاد و یه سری موندگارتر میشه این فکرها. چه فکرهایی موندگارتر میشه؟ فکرهایی که ما بهش توجه بیشتری میدیم. خیلی از این فکرها درسته، خیلی از این فکرها اشتباهه و پیش میاد و میاد و میره و اتفاق میفته. من کار ندارم به این که حالا ایراد بگیریم بگیم 120 هزار تاست یا 60 هزار تاست یا 95 درصد تکراری مثلا 80 درصد تکراریه، یا بگیم 80 درصد منفی مثلا 60 درصد. نه، من کار به این موضوع ندارم. بحث سر اینه که اینو بپذیریم که تعداد افکاری که به دوچارش میشیم بسیار زیاده، بیشترش تکراریه و بیشترش منفیه. آیا من این فکرها هستم؟ ببینیم یه سری اوقات ما افکار خودمون نیستیم، فکر فراوون میاد داخل ذهنمون. یه بار یه چیزی رو میبینیم، یهو احساس میکنیم ما آدم موفقی هستیم، یه چیزی رو میبینیم احساس میکنیم یه آدم بدبخت هستیم. یه اتفاق میفته، این فکر رو درون ما القا میکنه که ما خوش تیپیم، یه جا اتفاق بس میکنیم بعد قیافه ایم، اصلا هیکل خوبی داریم، هیکل بدی داریم و موفقیم، ناموفقیم، سودسازیم، غیر سودسازیم. در طی اگر شما بزرگواران، من به شما عزیزان گفتم سعی کنین فیلم بگیرین از ترید هاتون، بعد مشاهده کنین این فیلم ها رو، ببینید چارت داره میاد. در جلسه اولی که با هم داشتیم اینو گفتم، اون قطار روانی معامله‌گر چارت در جهت ما حرکت میکنه. بعد ما داریم حرف از خوشحالی و امید و قدرت میزنیم. وقتی برخلاف جهت ما حرکت میکنه، اگه فیلماتون نگاه کنید میبینید که نه، داری حرف از ناتوانی و بازار سخته و فلانی حرف زد و فدرال رزرو اینو گفت و ترامپ اینو گفت و لذا یه خیلی افکار در اون ذهن ما ایجاد میشه. آیا ما افکار خودمون هستیم؟ خیر، این افکار میان و میرن. حالا مدیتیشن چی کار میکنه؟ مدیتیشن یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به لحظه آگاه باشیم، بدون انجام دادن هیچ گونه قضاوتی، بدون واکنش دادن به این فکرها و چند دقیقه ذهنمون رو از گذشته، آینده و نگرانی ها و درگیری های همیشگی جدا کنیم و فقط باشیم، نظارگر باشیم در لحظه حال با خودمون. و این مدیتیشن کمک میکنه. چطوری کار میکنه؟ ذهن ما مدام در حال فکر کردن، فکرها یه سریاش مفیدن، یه سری استرسان و مزاحمن. مدیتیشن یه جوری انگار یه مکس ذهنیه، این که نه اینکه فکرتو خاموش کنه، کم کم یاد میگیرین به فکراتون نگاه کنین، مشاهده گر باشین، بدون اینکه نیاز باشه بهشون واکنش نشون بدین یا درگیر بشین با این فکرها. چرا که هر مقدار بیشتر ما به این فکرها توجه کنیم، به دنبال اون قطعا ما درگیری بیشتری خواهیم داشت، انگار داریم با اون فکر کشتی بیشتری میگیریم و بیشتر اذیت میشیم. حالا سوالی که ایجاد میشه، آیا این مدیتیشن همون تمرین تنفسیه؟ مدیتیشن رو همونجور که خدمتتون گفتم برای آگاهی، یه تمرین ذهنی برای آگاهی، تمرکز و اون مشاهده بی قضاوت ذهن و بدن هست. ولی انواع مختلف مدیتیشن داریم. این مدیتیشن های آگاهی از تنفس داریم، مشاهده افکار داریم، مانترا داریم و غیره
که تعدادشون بسیار زیاد هستن تو این زمینه. میتونه مدیتیشن شامل تنفس باشه، میتونه شامل تنفس نباشه، میتونه هدفش صرفا افزایش آگاهی باشه. معمولا مدیتیشن نسبت به اون تنفس‌هایی که خدمتتون گفتم طولانی‌تره، 10 دقیقه 30 دقیقه طول میکشه. باز حالا مدیتیشن‌های کوتاهی هست که باز خدمتتون تو این جلسه میگم که انجامش بدین و تأثیرش رو ببینین. و توی مدیتیشن ممکنه تمرکز روی تنفس باشه، افکار باشه، احساسات باشه یا حتی چیز خاصی نباشه، ولی خب اون تمرین‌های تنفسی که زودتر توضیح دادیم خدمتتون تمرکز صرفا روی نفسه و انواع مختلف داره که بیشتر اثرات فیزیولوژیکی داره، باعث آرامسازی سیستم عصبیتون میشه، کاهش ضربان قلب، کاهش اضطراب براتون اتفاق میفته. این از این موضوع. حالا هدف ما از این مدیتیشنه چیه؟ هدف ما از این مدیتیشنه صرفا آروم کردن این ذهن شلوغمونه. همه ما این ذهن شلوغ داریم و به دنبال اون وقتی کمتر درگیر بشی با فکرهای مختلف و کمتر کشتی بگیریم با این فکرها، اون استرس، اضطراب به نسبت کاهش پیدا میکنه. بالاخره تمرکزمون بیشتر میشه، کنترل احساسات بیشتر میشه، آگاهی بیشتری از بدنمون، از خودمون به دست پیدا میکنیم. میفهمیم چرا یه حسی داریم و الان چه حسی داریم و چرا اون حس رو داریم. از دیدگاه سوم شخص گاهن نگاه میکنیم به موضوع. این از این. حالا اگر بخوام از دیدگاه‌های مختلف مزایا و اثرات مدیتیشن رو خدمت شما بزرگواران بگیم، همونجور که گفتم بالاخره از دید روانشناسی بخوایم بگیم کاهش اضطراب اتفاق میفته. چیزی که تریدرها اغلب دچارشن، ترس از ضرر، ترس از تصمیم اشتباه، دچار اضطراب میشین و این مدیتیشنه با تقویت پذیرش و حضور در لحظه اون اضطراب شما عزیزان رو کاهش میده. کمک میکنه به تنظیم هیجانی شما. به جای اینکه واکنش یهویی پنیک سل بزنی، پنیک بای بزنی، یهویی بپری تو معامله، کمک میکنه به شما که مشاهده‌گر باشین بر اون حس هایی که داری تجربه میکنی. کمک میکنه به تمرکز شما تقویت بشه. تمرکز چند دقیقه‌ای روی تنفس خیلی کمک کننده است. حالا رو صداها اون آستانه توجه و تمرکزتون رو تو روز بالا میبره. اگر از دید خب عصب شناسی هم که خدمتتون گفتم، خب آمیگدال رو کمتر اثرش میشه و پرفرونتال افزایش پیدا میکنه. کمک میکنه رو هیپوکامپ شما، جایی که مرکز حافظه شما هست، باعث میشه که تقویت بشه و اون دیفالت مود نتورکی که توی ذهن وجود داره کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی نشخوار ذهنی شما گاهن کمتر میشه، پرش ذهنتون کمتر میشه، خیلی کمک کننده است. همونجور که خدمتتون گفتم باعث میشه ضربان قلبتون کاهش پیدا بکنه به دنبال اون آرامشی که به دست میارین. تنفستون عمیق‌تر میشه، کندتر میشه، فشار خونتون تنظیم میشه، کورتیزول خونتون میاد پایین و اینها همه تاثیرگذاره در اون ریدی که شما دارین. و پذیرش بالاخره ضررهاتون بدون اینکه ذهنتون فروپاشی اتفاق بیفته براش و درگیر بشه خیلی. واقعیت بازار رو میپذیرین و بدون اینکه به نتیجه خاصی ذهنتون گره بزنه بهش، سعی میکنین روی فرایند تمرکز داشته باشین. اون انضباط شخصی رو میبره بالا و حالا کار ندارم به این موضوع. چجور مدیتیشن بکنین؟ من نوعی میخوام مدیتیشن بکنم. چند تا راه هست دوستان. بنده خدمتتون سه تا مدیتیشن میگم. اینا رو میتونید توی خونه انجام بدین خودتون به صورت شخصی. یه مدیتیشن های دیگه هم هست میتونید با گوش دادن به یه سری وایس های مدیتیشن پیش ببرین و حالا کمک کننده خواهد بود براتون. قبل از هر چیزی، قبل از اینکه بریم سراغ اونها، راجع به چند تا تمرین کاربردی خدمتتون بگم. یه مدیتیشن هست، مدیتیشن تنفسی. مدیتیشن تنفسی حالا 3 در 3 هم بهش گاهن میگن. در حد 3 دقیقه شما میتونین انجامش بدین. خب
کاهش اضطراب باعث دچار کاهش اضطراب میشین و اون تمرکزتون برمیگرده. یه جوری مثل همین تمرینای تنفسی که خدمتتون گفتیم. حالا تمرینای تنفسی مثلا 4 بود، اون باکس بریثینگ، تنفس جعبه‌ای. میتونین اصلا همون تنفس جعبه‌ای رو انجام بدین. حالا اینجا میتونین همون، یعنی همون 4 ثانیه نگه دارین، 4 ثانیه نفس بکشین، دم، 4 ثانیه نگه دارین، 4 ثانیه بازدم و دوباره 4 ثانیه نگه دارین. یا مثلا میتونین اینو بکنین 3 ثانیه، 3 ثانیه دم از بینی نگه بداری، 3 ثانیه دوباره 3 ثانیه از دهان خارج کنی. و در طی این پروسه سعی کنی یه گوشه نشسته باشی، ستون فقراتت صاف باشه، چشمات نیمه باز باشه یا بسته باشه و روندش همینه دیگه، همون جوری که خدمتتون عرض کردم. حین تنفس فقط تمرکز رو بذاریم بر جریان هوای ورودی و خروجی و تمام. اگر فکری هم سراغت اومد اشکالی نداره، مسئله نیست. بدون قضاوت توجهتون رو برمیگردونید به همون نفستون. این سیستم یه مقدار اون آمیگدال رو تاثیرش رو کمتر میکنه و اون سیستم خودتنظیمی عصبی شما فعال میشه. این حالا یه چیز تکراری بود از جلسات قبل که میتونستین همون تنفس، تمرکز رو بذارین بر تنفس و ورود و خروج هوا. ذهنت پرید یه جایی عین خیالت نباشه و فقط تمرکزتو بذاری بر اون ورود و خروج هوا. یه تکنیک دیگه ای که هست برای مدیتیشن، بادی اسکن در اصطلاح بهش میگن. چیه بادی اسکن؟ بادی اسکن هم در حد 3 تا 5 دقیقه بیشتر نیاز نیست انجامش بدین. خیلی راحته، شما میتونید یه گوشه حتی دراز بکشی و اینو تجربه کنی. یه جوری هدفش چیه؟ رهاسازی اون تنشن‌های عضلانی و اون بازگشت به اون وضعیت خنثی که وجود داره. بشین توی حالت ریلکس، چشماتو میبندی یا دراز میکشی توی حالت ریلکس. سعی میکنین بادی اسکن، یعنی اسکن بدن دیگه، از همون بالای سر شروع میکنی، بدن تو اسکن میکنی. پیشونی، عضلات پیشونی رو ریلکس میکنه، عضلات چشمی رو ریلکس میکنه، عضلات دور چشمی، عضلات گونه و همینجوری میان پایین. فک رو ریلکس میکنین، شونه ها رو ریلکس میکنین، دست ها رو ریلکس میکنین، قفسه سینه رو ریلکس میکنین، شکم، پاها و دیگه از بالا شروع میکنین میاد تا پایین. چند ثانیه توقف میکنین، یعنی مثلا پیشونی رو ریلکس میکنین، چند ثانیه توقف میکنین، احساس میکنین آیا تنشنی وجود داره در این زمینه، در پیشونیت یا نه. هر جایی که احساس کردی یه تنشی وجود داره، تنش عضلانی وجود داره، یه نفس عمیق با یه دم و بازدم آروم اون قسمت رو ریلکسش میکنی. همجوری پارت به پارت میرین جلو، یعنی عضو به عضو میرین جلو و این کمک میکنه که اون ذهنتون خیلی آروم بشه. این یکی از چیزهایی است که در اصطلاح بهش میگن بادی اسکن. بادی اسکن یعنی بدن تو اسکن میکنه. یه چیز دیگه ای که هست، برای من خیلی به شخصه خیلی باهاش حال میکنم، مدیتیشن 5 سنسه، یعنی 5 تا تمرکزش بر اون حواس پنجگانه است. چیه؟ اینه 5 سنس. اینو میگه که اول از همه مثلا شما هی رانندگی هم اگر هستی یا یه گوشه پارک کردی یا توی شرایطی هستی در حد 2 دقیقه وقت داری، 1 دقیقه وقت داری، هم میتونی اینو انجامش بدی. میتونی زمانی که ذهن درگیر 1000 تا چالش و مشکل هست یه لحظه استاپ بزن، 5 تا چیزی که میتونی ببینی رو بهشون توجه کن، صرفا نگاه کن. چیزی که به صورت نرمال توجه نمی‌کنیم بهش، مثل یه سایه، یه ترک ریز روی دیوار، نقش‌های روی دیوار، قالی و هر داستانی که وجود داره. به چیزایی که تا الان دقت نمی‌کردی دقت کن. مثلا من به شخصه چند وقت پیش داشتم دقت می‌کردم، دیدم طرح در خونه‌مون چقدر قشنگه، تا حالا دقت نکرده بودم، چیزی که واقعا تا این همه سال دقت نکرده بودم. یه چیز 5 تا چیزی که می‌بینی رو بهشون توجه کن، به ریز جزئیاتشون. بعدش مرحله دوم، به 4 تا چیزی که میتونی حس کنی توجه کن. در حال حاضر حس میکنی، مثلا حالت شلوارت رو بدنت، حس بادی که به بدنت میخوره، جایی که دستات روی میزه. 5 تا چیزی که شما
داری 4 تا چیزی که داری حس میکنی رو توجه کن بهشون، فقط توجه کن. همین. مرحله بعدی، به 3 تا چیزی که میتونی بشنوی توجه کن. وقتی بذار برای شنیدن 3 تا حسی که تو پیش زمینه هست یه لحظه گوش بده. می‌بینی صبح تا صبح گاهن اگر دقت کنی می‌بینی یه صدای پرندگانی میاد، صدای بوق ماشین میاد یا صدای تلویزیون ممکنه بیاد. به 3 تا چیزی که میتونی بشنوی توجه کن. مرحله بعد به 2 تا چیزی که میتونی بو کنی توجه کن. بوی غذا، بوی گیاه، بوی رستوران، فست فود چیه؟ 4 تا چیز بود. به 2 تا بو توجه کن. مرحله بعدی به یه چیزی که میتونی مزه کنی. خب یا مثلا نوشیدنی، آدامسی یا هر چیزی دقت کن به این مزه. این تمرینه خیلی کمک کننده است. کمک میکنه تمرکز برمیگرده به اون حواس پنجگانه که ما مشاهدهگر بهتری باشیم. پس شد 5 تا چیزی که میبینی، 4 تا چیزی که حس میکنی، 3 تا چیزی که میشنوی، 2 تا چیزی که بو میکنی و یه چیزی که مزه میکنی. این 5 سنس من به شخصه خیلی باهاش بیشتر حال میکنم و اون بادی اسکن خیلی کمک کننده است. البته اون تمرین تنفسی هم که به نوبه خودش خیلی اثرگذار هست. این یه حالته. یعنی شما میشینی تو خونه برای خودت اینا رو انجام میدی. کاری هم نداره. یه حالت دیگه هست اگر بخواید مدیتیشن انجام بدین میتونین از طریق خب مدیتیشن هایی که وجود داره بالاخره مدیتیشن رو گوش میکنین و اون گوینده شما رو پیش میبره به اون سمت اون ذهن آگاهی که وجود داره. حالا ما برای شرکت خودمون در آینده همچین برنامه‌ای داریم که مدیتیشن مخصوص شما بزرگواران رو بدیم بیرون و خیلی کاملا مربوط باشه به اون معامله‌گری شما عزیزان. ولی در حال حاضر چیزی که بنده خودم به شخصه ازش استفاده کردم و خیلی کمک کننده بوده مدیتیشن هایی که آقای حسین عربزاده توی حالا پیجشون من دیدم که دارن، توی سایتشون دارن، به صورت رایگانه میتونین شما عزیزان استفاده بفرمایید از مدیتیشن های ایشون.